دخترم تاج سرم، ای امید و باورم. تو مسیر زندگیم تنها تویی هم سفرم. دست تو آرام بشه قلب من عزیز من. تو مسیر سختی و تویی هم مسیر من. تو فرشته زمینی، تو برام بهترینی. تو یه نعمت الهی، یه قطره از خدایی. وقتی عشقت میریزه من میخوام که بمیرم. آخه مگه میتونم چشاتو گریون ببینم؟ السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان، مخلصان جمع تبریکاتی شهنان. امروز جمع ما در چشمگردیم برای تبریک کردن جشن زادروز ایمان بانو که یک ساله شده است. امروز تمام صاحب جشن هایی که در یک جا جمع آمدند تبریک میگوییم، شادباش میگوییم. امروز جشن زادروز دارد شخینه بانو و البته شخصات جان که 2 سالگی خود را جشن گرفته استادند. این لحظه های زیبا، این لحظه های تاریخی رو همراه شما عزیزان با هم ببینیم. با ما باشد، با شبکه شهنان رفتیم. السلام علیکم حاضران گرامی، السلام علیکم پدر و مادران، مهمانان که برای تبریک ایمان بانو آمده، همه شمایان را خوش آمدن میگوییم. امروز جمع شهنان برای تبریک کردن جشن 1 سالگی یکمین بهار عمر ایمان بانو آمده. برای ما لازم میشود خواهش بیان با بگذاریم رفتیم. بار دیگر السلام علیکم مادران عزیز، پدران، همه شمایان را به امروزه چشمگرد یکی از جایهای بهترین شهر سمرقند خوش آمدن میگوییم. امروز شریک تاکید کردیم برای جشن 1 سالگی ایمان بانو را تبریکی آمدیم. برای ما لازم میشد ایمان بانو 1 ساله همراهی رستمک نیلوفر آیتی و البته شاکرمک شهزاد آیتی، کامیلمک موجود آیتی شمایان را به صحنه تکلیف میکنیم. میخواستیم تبریک بگوییم. مالو باشه یکتا قرصکی بهتون بتونه برای شما مرحمت. بتونه پیش من این طرف صحنه بر از این طرف شاکر احمد از مسافرت. البته ایمان بانو زادروزش مبارک باشد. رستمک جشن زادروزی دختر را برای شما مبارکباد میگوییم. مهمانان عزیز، کلیدی در جنت برای پدر مادر دختر بوده است. پیغمبر خدا فرمودند دختر از همه گنجینه بی‌بهاترین است. فرزند تحفه پروردگار است. امروز انا همین فرزند، انا همین تحفه بی‌بهاترین ما، ایمان ما جشن 1 سالگی خود را جشن گرفته ایستاده است. برای ما تاکید کردند که سال گذشته انا همین روز، انا همین ساعت ما بسیار هم خرسند شدیم. در خاندان ما تحفه پروردگار به دنیا آمد که نامش را با یک آرزو و هوس‌ها ایمان بانو نام نهادیم. امروز باشد این پریچهره ما، این پاره قلب ما جشن 1 ساله شده است. خدا کند 120 ساله شود، همیشه صحت سلامت باشد. امروز رستمک از مسافرت از نام پدر عزیزتان، از نام شاکرمک شما را، همسرتان را و این نویره شیرین که برای من تاکید کردن، از دانکش هم مغزش شیرین بوده است. هم خیلی فرزندم دوست می‌دارم، از فرزند شیرین بوده است. حالا یگان سخن نگفته است. تلفن که گپ زنیم اگر یک تا لبخند کند، خند داد اگر انا همون درد و غم زندگی من دور می‌شود.
دوست می‌دارم همین نبیره شیرین ما یاد بکنم و هر بار زنگ زنم اگر از همه پیش ایمانه میپرسم صحت سلامت می همراهش گپ میزنیم و آن درد و غم زندگی از من دور میشود. برای ایمانه من، برای ملکه خاندان من رسانید که طفل گریانم کلام شو، در جهان از من نشان شو. گنج شهوارم تو باشی، وقتی بیدارم تو باشی. در جهانی نامداران نامبردارم تو باشی. اختری تابانی پدر، مهره پیمانی مادر. حاصل خودکاهی دل، دولت و دوران مادر. کودکی شیرین و لالا، کودکی معصوم و زیبا. دست آویزم تو باشی، بحر فردا بحر دنیا. طفل گریانم کلام شو، ایمانه من کلام شو. گفته از نام پدر عزیزتان، از نام بابا جانشان شاکرم تبریک میگویم. همیشه صحت سلامت باشه. و البته مهمانا با از نام من رسان گفتن که وقت خود را گنجینه خود را دریغ نداشته برای تبریک کردن نبیره من آمدن، خوش آمدن. و امروز من چطوری که حضورناک هستم، در مسافرت هستم. اگر امکان می بود انا همین روز در جشن یک سالگیش نبیره عزیز ما دخترک نازنین ما آغوش کرده تبریک میکردم و از آن رویهای شیرینش بوسه میگفتم. و شما برای امشب ایمانه من یک گلدسته زیبا را انتخاب کنید که هیچ وقت پژمرده نگردد، مانند خودش زیبا و گل سبت سمرقند باشد گفتن. و برای امشب ایمانه بانو از نام شاکر بابا یک گلدسته زیبا و گوشوارها یعنی حلقه های طلا تیار کرده خرسک کردی پدشته میکنیم. خرسک میزنیم مهمانان برای ایمان بانوی ما. مرحمت. همین گلدسته زیبا برای ایمان بانو مبارک باشد. رسامکه گیرید خودتان برای دختری نازنین. امروز شده که رستمک خاندانتان ما بعض بالای بعض بوده است. در اینجا شخینه بانو نیز جشن زادروز دارند. شخینه بانو کدامشان؟ شخینه بانو زادروز مبارک. شما از نام آنا جان و بابا جانتان، از نام شاکر بابا، از نام شهزادانه شما تبریک بکنیم. دخترک نازنین من کلام شود، از پیشش ما فخر کنیم، صاحب معلومات عالی شود، مکتبای بهای 5 کدی خاندان مکتبای کلام بدر آید. دلش به چه آرزوها داشته باشد در همه آرزوهایش برسد و آینده به ازبکستان و سمرقند خدمت میکردگی مرد شود، معلمه شود، دیرکتور کارخانه ها شود. از پیشش ما آرزوها ما کلام چی نیتاش باشد نیتاش برسد گفتن. از نام شاکر بابا برای امشب شخینه بانو نیز حلقه زیبا داریم و گلدسته داریم. خرسک میزنیم تقدیم میکنیم. مبارک باشد. مبارک باشد. زادروز مبارک. شخصاد جانی دوست ساله کنی شخصاد جان خدا خواهد انمی شخصاد جان کلان شود اگر میلیتسیونر می شود. چون خیلی بسید بیم اگر از مایندگش بچی شوخ کلان شود البته میلیتسیونر می شود. امشب شخصاد جان تبریک گوید که فخر ما فخر اولادی ما نگردد. زادروزش مبارک باشد. برای امشب شخصاد جان البته میشکچه داریم قهرمانی بود که بر همه تقدیم میکنیم. زادروزش مبارک. رستمک نیلوفرایتی جشن زادروزی فرزند مبارک. امروز از نام شاکر احمد شما با هزاران بار رحمت میگویم، تشکر میگویم برای این خیلی تحفه بی‌بها، برای این خیلی تحفه که شیرینی حیات هستند. برای کلی پاسای ما رحمت گوید که در خاندان من کلی نی دختر شده در آمدند، همیشه در خدمت ما هستند. دعاهای نیک آنا جان هایشان گفته گشتیم. برای امشب عروسی نازنین ما دخترک عزیزم باز البته زر و زیور داریم، دستمانه طلا و البته گوشوارهای طلا داریم. برای امشب نیلوفرایتی بر همه شاهزادگی خودتان تقدیم میکنید. زادروزتان مبارک. بر همه زادروز دختر مبارک باشد.
ایمانه ما ملیکه امشب بوده است. در حقیقت رستمکه در اینجا نیست از نام باباجان عزیزشان، از نام کامل بابا نیست توفه های ارزنده و زیبنده داریم برای امشب ایمانه بانان گوشوارهای طلا و دستمانه طلا. عروس شود، دخترکی کلام شود. مرحبا، مبارک باشد. شاهزادایتی، ماجدایتی، جشن زادروزی نبیره مبارک. در اطرافتان نبیره ها چنان پروانه شوند، چنان اطرافتان را گرد و کفالک شوند که سانشان زیاد شود. خاندان رستمکه باغچه بچگانه شود و نامهایشان از خاطرتان برآید. بگذار همیشه در روزهای خرسندی شادیانه شما تبریک گوییم. امروز ماجدایتی از نام خانواده شاهزادایتی هزاران رحمت. تشکر. شاهزادایتی میگویم من مسافرت میگردم، در مسافری همراهی باباجانشان از همین نبیره های من را مهر و محبت آنگی و باباگی کم نکرده، حقی ما را هم داده ایستادند. هزار رحمت. من فخر میکنم با این آیله رشته خداگری را بستیم. هزار رحمت برای تربیت دختری نازنینشان، برای تربیت نیکشان، برای مهنت حلالشان. یک زن باشد هم خیل باشد، یک مادر باشد هم خیل باشد. بسیار من خرسند فخر میکنم از این آیله که ما دختر گفتیم، دختر شده خاندان ما با قدم گذاشتن و هر بار اطراف ما پروانه هستند، همیشه خدمت ما هستند. از نام شاهزادایتی هزاران برای شما رحمت میگوییم و البته در اینجا برای شما البته توفه ها داریم. کلام خداوند کریم، کلام پیغمبر امان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را همچه توفه بهر شما آماده کردیم. میمانان ترسکری پدیش رو بکنیم. مرحبا، مبارک باشد. جشن زادروزی ایمانه بانو مبارک برای شما. ایمانه بانو کلان شود و کامیلمک و شاکرمک سری دسترخوان بشیناند و بابا جان من خدمت شما با تیار آلوچه گلی بادام من نبیره بابام شیشتا چای نوشن و من چای ریزکی بابام گفته اطرافتان با پروانه شود. در طول عروسیش روی صحنه برآمده تبریک‌های نیک را رساندن برای شما نصیب کند میگوییم. امروز بزم زیبا زادروزی نبیره مبارک باشد. در اینجا آنجان‌های ما هستند. مهریانه روز خرسندی مبارک. بیت پیشمان با نزدیکتر بیستیم از این طرف. مهریانه امروز از نام شاکرمک، از نام شاهزادایتی شما با رحمت میگوییم. تشکر میگویم که انا همین رستمکه بابای رساندید. من اینه بینید که نبیره رو کلان کردید و باز عبیره سر گوهر است بشته الله های ناز رو خونده استادید. برای چنین مادران شاعر زندگیان فرموده است میرسد فارم و گوشم الله های مادرم، زندگی رنگین برایم با دعای مادرم. روزه و رضوان جانم در نگاهی گرم اوست، شادی های روزگاری من عطای مادرم. هر آن چیزی که ما سزاوار شدیم از پشت دعای نیکی بی جانمان مادر جانمان. انا همین مادر جان چنان دعا میکردیم که درگاه خداوند به قبول میشد است. ما مسافری با میگردیم، مسافر به بسیار پستی های زندگی دیدیم. انا همون هر باری که پیش پای پا میخوریم و میغلطیم خداوند چنین کارمان را آسان و سبب میکند گشته با قد راز از پس کار میشویم. بعد سببش رو شنیدم که دعای نیک مادران مستجاب است. در زیر قدم مادران بهشت میخوابد. مهریانه هزار رحمت برای مهنت‌های حلالتان، هزار رحمت برای بودنتان. مادر فرشته است، از فرشته بالاتر است. چرا گفتم فرشته خطاگی هم ثواب‌های ما را هم می‌نویسد. مادر باشد یگان خطاگی ما را نمی‌بیند، فقط کارهای نیکی ما را روی چشم میکند. مهریانه هزار رحمت. از نام رستمکه، از نام شاکر بابا، از نام شاهزادایتی برای شما تشکر میگیم. رمز تشکرشان رو با یک انگشترین طلا اظهار میکنند. مرحمت قبول کنید. همیشه در سر اولاد خود سایه‌بان باشید. مبارک باشد.
خانجان عزیز رستمکه خانجانی میدانشان کردن البته معقولانه شما هزار رحمت شما هم به پیششان با نزدیکتر تشکر میگوییم از نام خانواده شاهزاده آیتی از نام شاکر احمد هزار رحمت تشکر بودگاهتان با شکر امروز رستمکه انسان بسیار هم بای چرا گفتم با دستشان با کلیدی در جنت در سرشان اینقدر مادران دعاگوی و سایبان هستند امروز برای شما رمزی تشکر را هزاران رحمت را میرسانیم و البته در اینجا باز یک تحفه ماست برای این شب معقولانه البته هم نام خداوند کریم را تحفه ها که نام پیغمبر ما است کلام خداوند کریم را پیشکش میکنیم تقدیم میکنیم برای مادر جان عزیز مرحبا مبارک باشد حلیمانه جشن زادروزی نبیره مبارک باشد برای شما هزار رحمت برای تربیه نیکی نبیره امروز انا همون نبیره صاحب فرزند شدن و شمایان دعاگوی در سر گوهره جوان ابیره هستید شما انسان های خوشبخت هستید که در اطرافتان نبیره و ابیره ها پروانه هستند برای مادران عزیز برای فرشته خاندان میگویند زیتو دارم برای تو دلم گم میزند مادر برای هر صدای تو دلم گم میزند مادر اگر یک خنده بینم شود صد در تسکینم برای خنده های تو دلم گم میزند مادر برای تربیه نیکی نبیره از نام خانواده شاهزاده آیتی برای شما نیز تحفه های ما هست مرحمت پیشکش میکنیم نام خداوند کریم مرحبا شاهزاده آیتی امروز از نام رستمکه شما تبریک میگوییم همیشه صحت سلامت باشید تا در آمدن رستمکه ما پیشواز گفتن و یک کتی سیر آشکار کردن برای من بیجانم مسافری با میگردن بیجانم یاد کنم اگر آرزو میکنم که از دستان نازنینشان بوسه زنم در آغوششان شینم در بغلشان شینم و از بوی بهشتیشان نفس کشم چشمان نازنینشان را نگاه کنم و به دور و زمان بی‌غمی زندگیم سفر کنم کودکی من میدگی من از همه دور پادشاهی من بود و به جانم بی جانم برای من همه شرط و شرایط‌های را مهیا کردم حاضر هم در مسافرت میگردم به یگان از ما یگان چیز نمیخواهم جوانیشان سلامتیشان ما دزدیده عذر بپرسیم اگر دانسته ندانسته دلشان را رنجانده باشیم عذر بپرسیم مسافری به گشتن خودش نه نان و نمک مسافری خوردن خودش نه از خویش و از فرزند و از وطن دور شده گشتن البته مشکل است هزار رحمت بی جانم با بی جانم جوانیشون از صحت سلامتیشون عمرشون برای ما فدا کردن بی جانم برسانه که من ناز میبینم شونه دوست میدارم و البته از نامی من گوید که مادر تو شعر بهترینی من تو عطر یاسمینی من تو ماهی نازنینی من خدای در زمینی من ایا مادر فدایت من بمیرم من برای تو نآید کس به جای تو همه دنیا نمی ارزد به گرد خاک پای تو رستمکه وعده دادند که پدر مادر من از مسافرت برگردن و برای من خداوند کریم و رزق و نصیبم براکت عطا کند و به جانم بی جانم والدین عزیزم به زیارت کعبه الله میفرستانند خاندانم و حج آشی کلام میکنیم و از آن روز پدر برای من حاجی بابا مادرم برای من حاجیانه میشوند رستمکه یک تا آغوش میکنیم مادر جان عزیزه در روز فرزندی فرزند مبارک باشد میگوییم و البته در اینجا برای مادر عزیز انگشترین طلا داریم مرحمت رستمکه خودتان مسپارید دستشان را بگذارانید مادر جان عزیز مبارک باشد یک تا قرصک زنیم برای زحمت های گذرشان خاصیت آنه یک تا دستشون رو بردارن کنید خاصیت آنه زادروز مبارک
روزی تولد رو مبارکباد بگوییم. 120 ساله شوید، حاجیانه شده گردید، در سر فرزند و نبیره ها دعاگوشینید به حضرت شما ممکن. شما فرشته خاندان هستید. برای هستی بودنتان همیشه شکرانه بگوییم. از نام تمام این شب مهمانان در جشن زادروزتان شما تبریک بگوییم. همیشه صحت سلامت باشید. هیچ وقت درد و غم زندگی را نبینید. جوان شده، صحت سلامت شده، دوام و تازه در سر همه خویش و تباران صاحبان شده گردید. شما همه درس ببینن دوست می‌دارند. شما فرشته خاندان هستید. چو سعدی پیر گردی کم نبینی، چو حافظ شاد باشی غم نبینی، چو جامع عاقل و فرخنده باشی، چو سینا در دل و در دیده باشی. شما فرشته خاندان برای شما چقدر سخن‌ها گویم کم است. از نام امشب صاحب جشن‌ها، از نام شاکر بابا، از نام شاهزادگی شما تبریک می‌گویم. هزار رحمت برای بودنتان و البته برای شما نیز تحفه‌ها هست. سرطای کلام پیشکی خاندان و کشال می‌کنیم. هر بار ساعت نگاه کردن به امشب ایمان‌بانی را تبریک کرده دعا می‌کنیم. مرحمت پیشکش می‌کنیم تحفه‌های. زاد روزتان مبارک. البته در اینجا شیرینی ها هست بهر ما، بهر امشب ایمان بانو، شخین بانو، شخصات جان و البته امشب صاحب جشن ها. یک جای شیرینی رو میبریم. مرحمت ها را نزدیکتر میبریم برای امشب صاحب جشن ها. البته از اولین شیرینی امشب ملیکه ما یک جای میبریم. تنبول میکنیم. کارت سیار کنیم. کارت کنیم. Сегодня кайф и танцы без ограничения. Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать. Чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения, бьются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения.
باشد و البته شخصات جان کنید شخصات جان هم تکلیف میکنیم این تورتی شخصات جان هم ما یک جای مبریم از آن تناول میکنیم بیرون تماشا باشد С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. مبارک باشد زادروز شخصات جان مبارک Мне без разницы приеду, потому что день особый на того календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не مهریانا زادروز ابیره ها مبارک همیشه در سر فرزندون ابیره ها تو آزاد باشه Но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья. امروز روز خورسندی رستمکه سمرقند عظیم ما مهریانا بسیار هم تاریخی دور و دراز دارد در سمرقند مراسم کاکلبران است از آن دامت میدید که هر بار که مانند این خیلی طفلکان نازنین یک ساله می شود کاکلانشان را قیچی میزنند و در وزن میسر آن همین طفلک نازنین خیر و احسان میکنند امروز رستمکه خیر و احسان شما در روی دسترخوان است برای مهمانان و البته میخواستیم آن مراسم را یک جای بگذارانیم و نزد امشب ایمان بانو نوروز بابا را تکلیف میکنیم کامل آمد مرحمت هر دوی شما را تکلیف میکنیم یک جای کاکلان امشب ایمان بانو را قیچی میزنیم مرحمت نوروز بابا کامل آمد مرحمت دخترم تاج سرم دل امید و باورم مسیر زندگیم تنها تویی هم سفرم دست تو آرامش قلب من عزیز من تو مسیر سختی و تویی هم مسیر من تو فرشته زمینی تو برام بهترینی تو یه نعمت الهی یه قطره از خدایی وقتی شد می‌ریزی من میخوام که بمیرم آخه مگه میتونم چشاتو گریون ببینم مبارک باشد مرحمت زادروز مبارک مهمانا امروز خصوصیت خرسک زده خرسک ها بهتون کن من با دستای ظریفه گوش دنیا رو بگیر مبارک باشد میشه حس خوب زندگی رو با تو ببینم دست تو آرامش قلب من عزیز من تو مسیر سختی ها تویی هم مسیر من مهریانا شما سروری خاندان یک تا خوشرکت مهمانا با خوش آمدید بگوییم و ایمان بانوی تبریک بکنیم مرحمت
مهمانکای عزیز همه کتون خوش آمدیتون نور دیده تاج سرم آمدیتون اولشینگی دو وای شعباز جانم ددیش بیش کشه پیر شود اونی ویسی کند رستم جانم کنین کتی کشه پیر شود پدر مادرشونم کشه پیر شده همه وقت اپشتی بله کتون دورون بودن رخکای درما مهنت های کردنشون همه وقت همه خیلی دسترخوان مراد روزه که نیکوی بله کشون و خرج و خراجات شود همه وقت در دروازه کارشون روزه کوی نیک و کشوده شود همه کتون همه وقت روزه کوی نیک بچه کن و بیتون باز یک بار کشون مدیتون نوری دیده رحمت سلامت باشید. البته شاهزاده تیانا جانی عزیز یک تبریک کنیم نبیره مرحمت. سلام علیکم. شما دیدون آمدون. من ایستاد شما دیدون. همین ایمانه که من 120 بدارد. دادیش بیش بیادم چیز به حضورش بینم. مکتب یادی بدارد. مانم توی شدیم. اما تام خطورینا سب سلامت کردیتون. تمام آمدون. شما باید کاملا رحمت کنم. هزار رحمت تشکر. حاجدایتون مرحمت. السلام علیکم میزبانوی عزیز. شما دیتون نوری دیده توجی سرم. می‌بینیم ایلوی کم 100 ساله شود. هم خیلی زنزی. خیلی شده گشت ایلوی هم می‌بینم خیلی جمع شوید. سبق شوند. یک پدر مادرش به خدمت کار شود ایلویتون. اونیشون باید خدمت کار برداشت کردن. ایلوی حضورشون بگم. رحمت همه با شما دیتون. هزار رحمت و البته بابا جانشان کاملا مرحمت. چی بگم؟ سبب دارد استفاده ما خوشم میشم ما همچین نقش بردم مشکور دو وقتی که روان شود رحمت سلامت باشند. البته شاهزادایتی بار دیگر از نام رستمک رحمت تشکر می‌گویم برای حیثیت‌ها. ویژن من در روی دنیا از همه مادر زیبا هستم. هزار رحمت برای بودنشان. من فخر می‌کنم که در سرم این خیل پدر این خیل مادر دارم. پدر جان عزیز من آنلاین دیده ایستادیم. شاکرم در مسافرت می‌گردید ساق سلامت رفته ساق سلامت بیایید در سر فرزند و نبیره‌ها خدا کند که همیشه دعاگویش نگردید. از نام رستمک از نام عائله‌شان هزاران رحمت شما و البته مهمانان عزیز از همه گنجینه بی‌بهاترین شما که وقت است و عمر است ما گرفته باشیم حضور می‌پرسیم. البته در اینجا ما سرودهای شکر عکسی داریم. بعد از آن باشد این لحظه های زیبا را به تاریخ مهر می‌سازیم. حاضر باشد سرودهای شکر می‌مانیم یک جای می‌رقصیم خرسندی می‌کنیم دوره آرایی می‌کنیم همه کسا خسته همراهی میشه به صاحب جشن‌ها رقص و بازی می‌کنیم. خوش آمدید بگیم زادروز مبارک. مرحبا. Thank you.
اینک بیننده های عزیز، امروز ما در چشمگردیم، در این خیل طبیعت، در این خیل اتمسفر زیبا برای تبریک کردن ایمان بانو آمدیم. از نام بابا جانشان، از نام شاکر احمد، از نام آنا جانشان، شهزاده آیتی، نبیره شیرین، از دانکش هم مغز شیرین میگویند تبریک کردیم شیرین خاندان را و همراه شمایان با هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید.